ببین دوستان، یه ویدیوی جالبی توی اینستاگرام دیدم، میخوام شما هم ببینید. طرف اومده حالا یه اگزوزی رو روی موتور چه میدونم 4 سیلندر 2 سیلندر یاماهاست، هونداست، بی ام وست، چیه موتورش، اومده تست کنه تا ببینه صداش چطوریه. و جالب اینه که صدا خودش به زور میاد، به زور متوجه میشه چی داره میگه. طرف خارجی هم هست، اما یارو وقتی میخواد تو ایران یه موتور رو تست کنه، یه میکروفون اول به یقه خودش، بعد یه میکروفون رو چه میدونم به اگزوز موتور رو به یه جایی به یه گوشه از موتور وصل میکنه. اینجا تو ایران باور دارن که موتورها حرف میزنن، عشق زندگیشونه. طرف واسه داشتن یه موتور آرزو میکنه. میفهمی؟ تنها آرزویی که توی زندگی داشتی و بهش نرسیدی چی بوده؟ بس دارم ندارده داشتن این موتور 1300 منی در دواری که سرم اومده تمی به تر عذاب نره